سلام بچه از خوش اومدین با ویدیو جدید. خب بچه دیروزم یعنی روز چهارشنبه، البته امروز چهارشنبه نیست و 2-3 روز گذشته، 2-3 روز نه حالا بیشتر، خب 2-3 روز کمتر، ببخشید یه روز. الان دیروز من اون ویدیو رو آپلود کردم، امشب اومدم بگیرم که اینم تا امشب اینها آپلود میشه، 1 ساعت اینها نمیدونم اینا. خب بهتون میگم که این ویدیو شامل این میشه و اینا شاید شما بدونین که این داخلی اینا این جعبه نه، خب شاید بدونین چیه. خب این اگه بدونین و یه چیزی هست داخل قدیم باستان از اینها استفاده کرد برای شکار و از این حرفا. اسم اینها بگه بخواین بخرین خب روی 3-4 میلیون 5-6 میلیون هست، 3-4 میلیون کمتر، 5 میلیون کمتر، 2-3 میلیون حساب کنین. مثلا حرفه‌ای دوربین دارن و تا 2-3 میلیون میرسن، ولی خودتون به راحتی میتونین درست کنین. خب اینه. خب بالا بعضیا میان این سری که فوت میکنن چیز میدن که بزرگتر بشه راحت‌تر فوت کنن. حالا من اینو گذاشتم برای نشونه که تستش کنن. گفتن که داخل ویدیو کاری کنه که اگه شما اینجا دقت کنین این داخل، منم مثلا این انگشتم بذارم این که یک خیلی بد بود، مثلا تا نگاه میکردی یا مثلا کثیف بود، هر چسبش باید هی عوض میکردی و اینها، خیلی به درد نمیخورد. پس اینو چیکار کنیم؟ بازش ما فقط نگاه چسب کنین. من به این زده بودم این کلوفتی چسب، شما نگاه کنین و به این صورت باز میکنیم. خب بچه من یه لحظه ویدیو استاپ کنم این باز کنم بیا. خب بچه ما اینو کندیم، این دوربینی بود که ما داشتیم و از این حرفا. خب و این دیگه به درد نمیخوره و ما جای فوکی های کوچیک استفاده میکنیم. بله این فوکی ها خب هیچ کار نداره، یا میتونین بخرین، بعضی هاشون هستن آهنی هن جیبی هن، اونا هم خودشون ساختن با این لوله تی ها اینها میکنن. خب اینو شما بگیرین، مثلا این 40 سانت، الان 40 سانت کمتر، 30 سانت 20 سانت اینها باید باشه. خب یا این فوکی ها تا 2 متر میرسن، اونا دیگه حرفه ایشن. خب که بعد دیگه مثلا اینجا من گوشتم اینجوری که اینطوری میزنم. این کوچیکا که داخل فیلم جمون یادتون باشه، داخل یکی از صحنه هاشون خب برادرش چیش بود، خب از اینها داشت و داشت استفاده میکرد. خب و میزد همه رو میگاشت. اینا داخل قدیما خب یه قورباغه های بودن. خب حالا این تیراشون خب که سمی بودن، این اونا قبلا میخو اینا نبوده، کلی چوب میذاشتن، چوب تیز و اینا. این سرش که ببینین مثلا اینو من ساختم که میبینین اینجا بازه، اینجا یه چیزیه. اینجا رو که مثلا چسبش کنیم ما به چسب اینجا، این یه سوراخ اینجا میمونه. اینها این گوشت من از اینجا، این یه دونه سوراخ میخ از این بالا که گوشته میره داخلش، اینجا هم میخ رد میشه و از اونجا چسب میریختن. و حالا چسب نمیریختن، مثلا با شل و اینها میزنن که این هم صفش هم بهتر بشه. بعد این میومده اینجا. حالا مثلا این برای این خوب نیست، این مثلا سب کنین این خوبه، مثلا نگاه کنین این مثلا نگاه اینجا چسبیه، میبینی اینجا چسبیه نوکش، که مثلا من چسباشو کامل بکنم که راحت در بیاد. باشن براتون تست بگیرم، فکر کنم حالا درست شد. دیدین الان خورد به اونجا دوربین و اونجاست. و اونی که کار نکرد این بود و میخوام تو نشون بدم به خاطر چسب کار نکرد. کلا یه لحظه اینا یه مشکل دارن. اینا بعد یه مشکلی که دارن حالا از تو بگم، اینایی که شما میذارین برای تیر که اینجاشون سوراخن، اینجا باد میده. این باید اینجا که میخ میاد دیگه بادی چیزی نمیده و اینها راحت میان. خب گیر کرد الله خودش. حالا نگاه کنید مثلا یکیش که من بستم حساب کنید اینا اینجا نه سوراخی هست نه همچی.
کاملا پرت شد. خب اینها که مثلا این مثلا سوراخ نداره، ببینین الان سفته. چرا نمیشه؟ الان داخل این نمیشه ولی داخل اون بزرگه میشه. من همه چی رو بر اساس این حساب کردم. مثلا این گرده، این مثلا خودم ذره‌مون حرارتش اینجوری شد. یکی اینجا افتاد دقیقاً، نگاه من تکونش نمیدونم، خورد به دوربین افتاد اینجا، معلوم نیست این دقیقاً اینجا. اینا چطور نشون نمیده؟ نه خودتون دیدین. خب حالا میخوام یه ضرب محکم بزنم در حدی که ببینین که تا مثلا خیلی من مثلا میرفت میخورد به سقفم. خب مثلا شما نگاه کنین اینجا رو، نگاه کنین چجور رد میشه. معلوم شد اصلا داخل دوربین سرعتش زیاده. خب میره دیگه. شما مثلا نگاه کنین الان اینجا مثلا اینجا صافه و چیزی نیست. خب و اینو اینجوری میگیریم. صبر کنین این مثلا تخته ما، ببخشید یه ذره من میخوام نگاه کنین تا کجا میره. اینی قشنگ تا کجا رفت. با من بیان بعد نگین این عروسک‌ها اینها اینجا افتاد. اون پایین اگه مشاهده بشه اونجا افتاد. خب حالا آوردن این کار کیه؟ کار من نیست، حقیقتا کار خودمه. فقط دیگه اون تیر به اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله و انا الیه سپرده شد. خب اون تیر دیگه نداریم. بله تا ما باشیم دیگه اینو نظر. مثلا شما نگاه کنید اینجا این گوشه یعنی میخوره به سقف. قشنگ اون سقف ما اونجا چی شو نه این قشنگ خورد به سقف. اینا داخل دستم. اینها نمی‌بینین به این صورت قرار میگیرین اول کار. و بله دیگه تیرای من مشکل دارن. تیرای من از این تیر چسبی ها هست و من اینو اونجوری برسن چی میگن و اینجا چسبش مونده. اینجا که چسبش مونده این چسبا میچسبه به این، بالا نمیاد. اگه بخواد بالا بیاد شما خودتون نگاه کنید. و اینه که یه مشکلی هم هست اینجا که مثلا گرده برای اینجوری بیرون اومدنشه، اینجا هم رفتن داخلشه. اگر اینو برعکس بزنید چون اینجا فندک خورده این فوت نمیشه. الان که درست زدم اینجا این قشنگ خورد افتاد اینجا. با اینا نه ترسیدم بچه گم شد. و این فقط یه لوله میخواد. مثلا شما لوله‌تون چسب کاری و اینا کنینم میشه. و الان یه چیز خیلی آسون فقط میخواد که من الان یه نوع کاغذ برای شما بکنم. یه دفتر بیاریم. خب از دفترتان یه برگ بکنین. مثلا این. خب اینو ما میایم اینجوری میکنیم. خب من میام اینو اینجوری میکنیم. آشدا. خب بعد اینو به چه صورتی با یه همچین صورتی میکنیم. و خب یه تیکه چسب من اینجا گذاشتم و این فقط یه لوله میخواد. لوله هر لوله باشه، فقط بعد انگوش کوچکه. این حالا 60 سالی نمیره داخل خیلی لوله. در این باشه این لوله سیاه ها همیشه گیر میاد. بگین 30 سانت میخوام، 20 سانت یا اینجا مثلا چجور بتونم بگیم 30 سانت. خب بگیم همچین چیز زدیم. به چه صورت؟ این گوشه رو نگاه، اینو اینجوری میگیریم، اینو اینجوری میچرخونیم. این که داریم میچرخونیم این به یه ذره زاویه میدیم، یه همچین چیزی میشه. و اینجا این چسب بوده اینها. خب یه دونه چسب میچسبونیم که به جایش که باسته نشه و میایم اینجا. خب اندازه میگیم مثلا اندازه ما اینجا اینو برمی داریم چیکار کنیم؟ اینو ساقش میکنیم. الان مجبور شدم قیچی نبود یه ذره انگوش میذارم داخلش. این الان واس شد برام میشه. این میره داخلش. سب من بازم خیلی خوب نبریدم. همین نیا کن برای همینه میگن با قیچی ببرین بهتره فوکیه ها رو. کی رو میخواد اینو بازش کنه؟ واس شد. خب این میذارم داخل فوکیامون.
خب نگاه اینجا کن. ایناش کاملا عالی پرد میشه. شما نگاه کن این حالا سفید خوب معلوم نیست. نگاه کن مثلا اونجا دیواره اینا دیدین قشنگ خورد به اونجا و اینکه اگر شما میبینید تازه اینجا هم اضافه میشه یکی دیگه هم مثلا با شما باید میتونید درست کنید. اینا الان خودم براتون درست میکنم با همین تاج. صبر کنید. خب اینجا چسب نیست ولی این شد. خب چسب دیگه نداشتم که بذارم اینجا استفاده کنم. چسب باید برم بیارم جون ندارم. خب اینه این فوکیا کوچیکا رو مثلا این فکر کنم بهش بخوره. خب نمیخوره. این خورد. دیدی یو باشه تا رد شد. نگاه کنید مثلا اگه معلوم باشه. دیدین الان من اینجا من رو خیلی محکم بزنم. مثلا من با همین کوچیک از اینجا بزنم خیلی دقتی نداره. این رفت اونجا. این باعث میشه که بچرخه ولی اگه بزرگ باشه بذار این دفعه زرده بذارم که داخل کادر دوربینم معلوم بشه اونوریه. خب اینجا ببینید قشنگ اومد اینجا دوربین معلوم شد. اینجوری اومد رفت اونجا. خب حالا اینجا و ما اومدیم بریم دیگه لحظه یک افتاد اینجا و ما باید به تلاش کردن برای این آشش همون سفیده که جلوی خودتون ساختم. این چیه؟ این خیلی کلیقای خاصی نداره. فقط شما باید بدونین که وسط این که داری میزنیم خب این نوک لوله این مثلا اینجا نوسته یعنی اینجاها. خب اینو بگیرین و بزنین و الان ما میخوایم بریم تستش کنیم. ها بچه ها بعضی میان این سر میخ میذارن. گفتم من فکر کنم اول ویدیو مثلا یه چیز بذارم من براتون بزنمش. این کیف پوله ببینین این حالا سنگینه نمیفته داخلش پر از چیه. خالی میکنم براتون. الان یه ذره بهتر شد. میارمش این صندلی رو براتون اینجا. اینا نه الان من باید شما رو بذارم رو صندلی یکی و بازم داره میفته. خب ولی فدای سرتان در که من براتون نشون بدم که شما بدونین چجوریه. عالیه اینها که بدونین. یه لحظه صندلی رو الان از اینجا براتون بیارمتون روی اینو میارم اینجا. خب میذارم اینجا. خب اینم میذارم اینجا. این از فوکیامون. اینم تیری که آماده است و میذارم بغل این جلوی شما و اینو اوکی حالا شد. نگاه نمیفته خودشم بس هم قبیسیم. من از اینجا میشینم این فوکیه بلنده از گوشم اصلا راست نیست. دیدین خورد بهش. این دقیقا خورد به این گوشه. و مثلا صبر کنیم من براتون بیارم. مثلا بعضیا میگم چرا مثلا میان این سری رو که فرو میکنم اینجا بزرگترش میکنم برای راحت تر بودن. اینجا میان با کاغذی باشه چیزی اینجوری میکنم که اینا دیگه میخ داره دیگه با میخ میره داخل. خب اینجا کجا وایسا اینا این دفعه افتاد از نزدیکتر زدم. خب ولی مثلا کجا براتون بزنم. بیاین بریم. من این صندلی رو تا حدی که میشه بزنم آخر. خب الان یه چسبی بدیم. این الان یه مشکل. یه چیزی هم مثلا خواهی میکنم اینجا کموده. من فقط مجبور شدم نگاه کنیم من اینجا هم نگین این رفته اونجا. نگاه کنیم من هم اینجا نشستم اینا کنار دوربین و اونم اونجا. تازه این دفعه نخورد. خب بریم برای تیر بعدی. اینم از بالای سرش رد شد. این تیر خودمون جلو خودتون درست کردیم. من بزنم این دفعه خیلی نزدیکتر بود. بازم نخورد و حتی این دفعه نزدیکم نبود.
و کسایی که میگن چرا اینجوری کردیم کلی تیر داریم، یه دونه تیر نداریم. و من نشستم قبل ویدیو برای شما درست کردم که شما راحت بکنید. بریم برای بعدی. این دفعه خورد. اگه کسایی که دیدم بزنن یکی دیدم بزنم. نه حالا فهمیدم چیکار کنم. قلبش رو دستتون. اینی الان نشد. این دفعه باید طوری تنظیم. دیدین حالا خورد به نظرم 2 دقیق نیدم یه چشم بودم. این دفعه هم نخورد. خب و بریم از دور 1 2 3 تا تیر تا الان 4 5 تا 6 تا مجبورم من اینجا 7 8 8 9 10 تا اینم افتاد. بچه خب 10 تا تیر داریم به اضافه این که یکیش رفت اون پشت 11. خب یه من اونجا داخل گلخون داشتم تصمیم گرفتم کسی که میدونم بالای سر من یه جای بازه. خب اونو زدم اون گوشه‌هاش یه آهنیه افتاد روی هم آهن هر چی زدم بهش نمیاد. من میخوام براتون بشم 1 2 3 الان 10 تا راست داریم و خوب داریم دیگه. خوب داریم چی دارم این بره که مثلا اگه بخوام نزدیک بزنم میبینیم واقعا میندازتش. این شتاب و قدرتش خیلی خوبه. الان من شاید تیراش رو بد درست کردم. وقتی این تیرا قشنگ میگه این باشه یه ذره بهتون فشار میاد. خب من الان یکی درست کردم. خب که یه دونه بود خیلی فشار میاد. خب یه دونه بود خیلی فشار میاد. اون داره همش بهتره. اینو همینه اینه. خب نکنین این داره همش بهتر میزنه و شتاب و قدرتش بیشتر. نمیگم بهتر شتاب و قدرت. ببینین خیلی بار اول زدم اینه. چرا؟ چون هر چقدر اینجا بزرگتر باشه این فوت کردن برامون سخت‌تر میشه. خب مثلا بار دوم هم زدم. خدا این جلو نیستم اینو بغل دوربینم. و این نگاه کن الان میخوام بزنم به دوربین. نگاه اینجا یه وایسم خب که نگین نزدی. خب اینجا نشستم تازه نشستنی ها سب کنیم. آره دیدین قشنگ خورد جلوی دوربین رد شد. ولی این نخورد. خورد به این بالشتی که من اینجا شما روش گذاشتم. این خورد به این اومد خورد به دوربین رد شد. این حساب نداره. من میخوام با ضرب اول بزنم به دوربین. هرچه من اینجوری راه میرم زانوم زخمه. خب برای نمیخوردم زنین. خب اینو میگیر الان بازم نشد. یکی دیگه اینو من اینقدر براتون تست میکنم تا بشه. دیدین الان خورد. الان قشنگ خورد جلو دوربین چرخید و رفت. خب این بود دیگه. بذار اینو من بکارم جلو دوربین اینجا. معلومه این دیگه تنها چیزی بود که من تونستم ثبت کنیم. من برای شما باید معلومش کنم. خب اینها دیگه تا تنها کاری بود که من تونستم بهترین کاری بود. تنها کاری که من اینجا میشینم رو صندلیه. خب این نشونمه. این الان نخورد. خورد به دوربین. خب خورد به صفحه گوشمون برش. ببین این دفعه خورد ولی ننداختش. بریم یه بار دیگه. نه بچه من میام این ته اینجا وای میسم که نگین ها اینجا چسبه هم دیگه. هر کاری میخوام کنم. اینو این صداش هم بردم براتون. برای همینه میگم فشار میاره. اوی گفتم اگه برعکس بزنیم نمیره. برعکس زده بودم. دیدین این دفعه هم خورد به دوربین. اگر احساس کردم من اینجا نشستم رو صندلی نگی نیست. یه بار دیگه بریم. کلم از اینجا معلومه. نه اینجا باورتون نمیشه چسبیده دیوار دیگه. بازم نخورد. خب و بچه کسایی که میخوام بدونن اسم این تفنگ فوکیاست. تفنگ کنی سالا اینجا میچسبونم. این دفعه خورد بازم ننداختید. من باید
کاری کنم بیفته و داخل ویدیو بعدی به این تیره میخ بس میکنیم. بله و بریم میزنیم به کارتون از این چیزا. دیدین قشنگ خورد اونجا برمیگشت. من باید بزنم زدم اما بهش مشکلم اینه که نمیندازتش. باز این دفعه خورد اینجا. ها برای همینه نمیفته. این اینجوری افتیده اینجا خورده به اینجوری شده. خب این نباید اینجوری بشه. صبر کنین چیز من بیارم براتون که قشنگ وایسه. ببخشید یه لحظه به من مهلت بدین. من آمدم. من سوپرمنم مایام. من مخبر یه چیز بده من که ببین اینم سنگین چی داخلش میگه که میندازتش آدم نندازتش نمیده. اینجا باید میشه این جعبه پاد داده شده. خب و میم دور از اینجا میذاریم داخل و این دفعه نخورد. این بچه یه ذره سنگینه بذارین عوضش کنم من براتون نمیندازم. این قطعه رو من بیارم. من اینو تازه خوردم گفتم بخورم بعد بیام ویدیو بگیرم. ببخشید دیگه مجبور شدم. چیز دیگه نبود اینو بار. این دفعه ننداخت. این دقیقا هم افتاد تیر جلوی دوربینا. ببین بادیه انداخت کاملا انداخت و ببینیم مثلا از آثاری هم رویش به جا آورد یا نه کاسا کاری کرد. نه بچه کلا یه ذره چیزه ولی معلوم نیست دقیقا در کجاست. اینجاست دقیقا. این یه ذره قور شد اینجوری میبینی اینجا قور شد. خب و مثلا یکی دیگه هم براتون میزنم نگین تقلب کردی. فرما من میخوام این همون تیر است که فشار میورد دیگه. خب نگاه اینو اصلا سفیدش میکنم. این همون سفید است که شما به من دادین که نگین فقط همون یه دونه رو اونقدر خوب درست کردی که بزنی سفیده. الان نخورد بار اول و اینا فکر کنم سفیده گم شد یه بار. خب بازم نخورد. این چون بچه کاغذه سبکتره. به خدا اینو من میذارم اینجا. این داخل دوربین معلومه. خب و اینو برمیدارم که این سوراخش هم بازه. بیا بار اول زده. خب این هم اون یکی زرده. خب من میخوام 8-9 تا تیره روی براتون میزنم. خب این بازم قاطی بازم براتون با یکی دیگه بزنم. این نخورد. یه بار دیگه بریم یه ترای دیگه. اینم نخورد. اگه دقت کنی خورد این دوتاش. خب اینم با این سفیده واقعا نتونستم بزنم. خب قطعه هم بیاریم از دوباره. این قطعه خالی هست اگه داخلش آب و اینها بود باید چیز میخیه باشه. این یکی دیگه از دوره نتونست بندازه. بریم برای بار بعدی. ایندم نه انداخت. اینها شش. بازم خورد ولی ننداخت. صداشم فکر کنم داخل دوربین بود. این یه ترای آخر. بازم نخورد. من بازم میکنم. این ترای آخر رو قبول ندارم. این دفعه انداخت. ببین که الان بریم آثار به جا مونده‌اش میبینیم. 2 3 با 4 تا تیر براتون زدم. بین این 4 تا تیر فقط یکی شده و بریم نگاه کنیم ببینیم غیر از اینها نگاه کنیم. اینجاست. آثار به جا مونده اولی کجاست؟ اینجا که قور شده. آثار به جا مونده این یکی هم اینجاست. ببینید اینجا قور شده. اینجا اینجوری شده. بس خیالشم بدم این یه ذره اینجا قور شده ولی این یکی کمتر بود چون چیز ضعیف‌تر بود. و 1 2 3 4 5 6 8 9 10 تا تیرمون هم سر جاشه. این از فوکیامون که شد. خب
بچه‌ها من اسم پیج و اینها رو حافظ کنم. من میدونم صد کنیم گن زدم، بازم گن زدم. نه این دفعه گن بزنم واقعا. خب بچه من این که ساختم، خب دیگه ما مونده یه پروژه‌ای دارم. خب اون خیلی طول میکشه، البته خیلی نه، بیشتر یک ماه شاید کمتر. این نمیتونم بگم این چیه، میگن دست خداه. خب این دیگه دست خدا واقعا. هر چیزی به هر جور زودتر بشه من براتون اولین روز گفتم ویدیو میگیرم. خب این تیرامون بود و این جعبه تیرامون که من جعبه پرتگار استفاده کردم. این از فوکیامو که گفتم 20 سانته. این هم از فوکیای کوچیکمون که حتی من با اون قطیم تستش کردم نزد، داخل فیلم نبود واقعا نزد، این چسبیه. خب این قطیمون که واقعا نمیزد، حالا آن زورم انداختمش دور نیفتیده بود بیرون. خب اینم تیرش و اینها بهتون یاد دادم و از اینها. خب پس دیگه باید خداحافظی کنیم تا ویدیوی بعدی. لایک و کامنت هم یادتون نره. دوستون دارم. خداحافظ.